میفرماید امام باقر علیه السلام، میفرماید هر مؤمنی 3 روز قهر بکنه با مؤمن دیگری، برئت منهما، من از هر دوتاشون بیزارم. گفتن یا ابن رسول الله هذا حال الظالم فما بال المظلوم، حالا ظالمش که قهر کرده شما ازش بیزارید، اونی که مظلوم بدبخت گناهی نداره چی؟ اونو چرا شما ازش بیزاری؟ بابا اونه که اخلاقش خوب نیست، قهر کرده با این، ظلم کرده، حالا این که تقصیری نداره که شما از هر دوشون بیزاری؟ حضرت میفرماید ما بال المظلوم لا یسیر الی الظالم فیقول انا الظالم حتی یصطلحها، چرا مظلوم نمیره پیش ظالم بگه آقا من گناهکارم، آقا اشتباه به منه، بیا ببخشید منو، شما منو ببخشید؟ چرا نمیره اینو بگه؟ مظلوم چرا نمیره به ظالم اینو بگه؟ این دین ماست، این دین خوشگل ماست، این دین ناز ماست، این دین رو میخوایم جهانی کنیم، این دین عسل ماست.